بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية لفضيلة الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. اینک به عون الله تعالی ما درس خود را دوام بدهیم از الحديث النووية از آن الشيخ علامه فقيه يحيى ابن شرف النووي. الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کند. درس امروزی ما به عون الله تعالی الحديث التاسع، حديث النهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن الصاخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، يعني از ابو هريره رضي الله عنه روایت میکنند که گفت من از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که چنین میفرماید: ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، از کدام چیزی که شما را منع کردم از آن اجتناب ورزید، دور شوید. و ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، و با کدام چیزی که شما را امر فرمودم از همان چیز یا که همان چیز را انجام دهید قدر تواناییتان، چنین میتونستگیتان. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. البته همون چیزی که امتان پیشینه را، یعنی که قبل از شما بودگی اشخاص را به هلاکت آورد، بسیار سوال کردنشان، سوالهای بیجا دادنشان و همچنین به پیغمبرانشان اختلاف ورزیدنشان، این دو کار باعث هلاکت امتان پیشینه شد. نعم. رواه البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري مسلم رواية كردن. اكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.